دلم غیر خودت جا مگذار، در دیده من گرد تمنا مگذار. گفتم زن نمی آید هیچ، رحمی مرا به من وا مگذار. گفتم ز من نمی آید هیچ، رحمی مرا به من وا مگذار. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال الله تبارک و تعالی ان شر الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون. بدون مقدمه در دنباله بحث عرض کنیم که همان گونه که اشاره شد، اساس هدایت الهی و رسیدن به سعادت واقعی بهره بردن شایسته از نعمت عقل است، در حالی که دقیقاً در سیر و سلوک های عرفانی موجود اول کاری که نسبت به سالک می شود، عقل او را از او می گیرند و او را بر اساس تلقینات و القاءاتی که استاد در او دارد پیش می برند و آنچه را خود می خواهند به او اعطا و القا می کنند. در مورد یکی از اساتید عرفان نوشتند از خصوصیات مهم ایشان که شاید بتوان گفت خصوصیت منحصر به فرد ایشان می باشد، که البته این خصوصیت منحصر به فرد از همان حرفهایی که همیشه برای بازارگرمی گفته می شود و الا اینها مطالبی است که اکثر اساتید این راه از نیروهای غیبی که خودشان دارند و هیچ ربطی به خدا ندارد گرفتند. خصوصیت ایشان چی بوده؟ تصرفات فوق العاده‌ای بود که ایشان در وضع روحی و تربیتی افراد می کردند. تا کسی با ایشان حشر و نشر نداشت متوجه نمی شد تصرف ولی خدا یعنی چه، و هر کسی از روی صدق و صفا خدمت ایشان می رسید چنان او را از درون ملتهب و منقلب می ساخت که این حالت تا آخر عمر با او بود. بارها عرض کردیم اگر اینها واقعا نشانه ولی خدا بودن است، مرتاضهای بیدینی که به هیچ مبدأ و معادی و هیچ خدا و پیغمبری قائل نیستند قطعا ولی تمام این اولیای آنچنانی خواهند بود. میگوید این حالت به گونه بود که تا آخر عمر گرچه خدمت آقا نمی رسید اون کسی که درش تصرف شده، با او بود این حالت. ایشان بارها با یک توجه افراد را بدون این که خود هم متوجه باشند منقلب می کرد. دیگه پاسخ این قسمت را عرض کردیم. چه نقصی بالاتر از این که انسانی که خداوند متعال او را دارای کمال عقل و قدرت اختیار و انتخاب قرار داده است خود را آنچنان به دست کسی بسپارد که اگر البته نظر خودش و اعتقاد خودش عدالت و تقوا باشد او را به تقوا، اون هم بدون اختیار، و اگر هم مطالب دیگر باشد آنچه استاد میخواهد به او القا کند، که از همه بدتر عرض کردیم همان نظریه انکار مخلوقیت و عبودیت باری تعالی است. در شرح حال یکی از مریدان ایشان می نویسد پیش خود فکر کردم
که شاگردان آقا میگویند ایشان به محض این که فکری به ذهن کسی خطور کند آن را میگویند. آقا به سمت من آمد و نگاه تندی به من کرد. من نزد خود گفتم این رویه آقا نبود که این گونه به کسی نگاه کند. چرا به من این گونه نگاه تندی کرد؟ وقتی با دوستان بعد از 2-3 روزی به شهرمان بازگشتم متوجه شدم غریزه ام کاملا تعدیل شده و از این جهت کاملا راحت شده ام. آنگاه حکمت نگاه تند آقا را دریافتم که عرض کردیم اگر وجود این غریزه در وجود شما مصلحت است و خداوند متعال به شما داده است تا شما با کمال قدرت و اختیار و انتخاب خود به نعمتهای ابدی و کمالات جاودانی برسی که این کمال نقص شماست که خود را به نحوی تسلیم شخصی کنی که او بخواهد شما را از این میدان انتخاب و اختیار بیرون کند. اینا کمال نیست، اینا دقیقاً نقطه ضد کمال و همان نقص هاست. مضافاً بر این که مهم این است که استاد در این حد در شما حق تصرف دارد، لذا وحدت وجود را هم به راحتی به شما القا می کند و افکار باطل و اندیشه های دیگری هم که دارد به شما القا می کند. درباره جوانی دیگر از مریدانشون گفتن که من دیدم که آن مرد الهی نگاهی عمیق به آن جوان کردند و فرمودند لا حول ولا قوة الا بالله و همین التفات کار آن جوان را ساخت. اشکال دیگه واضح هست، مطلبی که به اختیار شما نباشد کمالی نیست. مضافاً بر این که این را هم باید دانست که لا حول ولا قوة الا بالله هیچ تأثیری ندارد. جمله‌ای که سیک ها هم به اون معتقدن گفته شود همین اثر را می کند. چرا؟ چون اون کلمه که بر اساس کتاب و سنتی که شما قبول داری باشد یا غیر آن مهم نیست. مهم آن است که شما خود را مسلوب العقل کردی، عقل و اختیار خود را کنار گذاشتی و تسلیم شخص غیر معصوم شده ای و او بر اساس فکر و اندیشه تو هرچه بخواهد در همون زمینه‌ای که فکر و اندیشه شما تقاضا دارد با حفظ آن زمینه ها مطالب خود را القا می کند و شما را به آنچه خودش می خواهد می رساند، نه به آنچه که واقعا عقل و برهان و وحی می گوید. عرض کردیم که به همین جهت است چون فوت و فن کار هم را آگاه هستند هرگز بر نمیتابند که شخصی به استاد دیگری مراجعه کند. لذا می نویسد انسان بیشتر از یک استاد نمیتواند در زمان واحد داشته باشد. اگر واقعا مطلب الهی و عقلانی و وحیانی است، مثلا بنده اگر در مجلس شخصی حاضر شوم و مرا از غیبت کردن نهی کند، به مجلس کسی دیگری هم بروم او هم مرا از غیبت کردن نهی کند، از گناهان و معاصی مرا نهی کند و مرا امر معروف کند، چه منافاتی با هم دیگر دارد؟ اگر واقعا کار شما الهی است باید افتخار کنید که شاگرد شما به استاد دیگری همتراز شما یا بالاتر از شما مراجعه کند تا او را به واقعیات و هدایت ها راهنمون شود. اما اگر کار فوت و فنها و سحر و جادوها و اموری است که طی جهتهای خاصی کسب کردید و نمیخواهید کسی سر کار شما را ظاهر و آشکار کند و شاگرد شما بفهمد که کار شما باطل است، که اون بحث دیگری است. لذا میگوید کسانی که 2 استاد انتخاب میکنند و از این آن دستور میگیرند و یا با هر دوی آنها سر و کار دارند، عاقبت این کار هلاکت است و شرعاً و عقلاً و شهوداً مذموم است. عرض کردیم کدام دلیل شرعی و عقلی این رو گفته؟ کدام دلیل عقلی و شرعی گفته است که شما برای هدایتگری 2 نفر که شما را هدایت میکنند نمیتوانی حرف هر دو رو گوش کنی؟ این همان جهات خاصی است که راه باطل، استاد باطل، کار فوت و فن خاص و نمیخواهد سر کارش بر دیگری آشکار شود. چنان که مثلا اگر کسی با سحر و جادو و تردستی
میخواهد در شما تصرف کند هرگز راضی نیست که شما به استادی برتر از او یا همتراز او مراجعه کنید، چه این که کار خودش بطلانش واضح می شود. در این زمینه شواهدی هم هست از جهت تاریخی و از جهت وقایع که گاهی وقتا شاگردی سفارشات استاد را گوش نداده و تخلف کرده و به استاد دیگری مراجعه کرده. اتفاقا آن استاد هم پرده از روی کار استاد قبلی برداشته و استادی را که تا به حال سالک به عنوان یک پارچه نور میدید، یک باره تماما ظلمت و انحراف بلکه به صورت حیوانهای بسیار زشت و بد بودید. حالا کار خدا نکند به اونجا بکشد که باز شاگرد از این استاد هم ببرد و به استاد دیگری مراجعه کند. بخشای خدایا، بخشای خدایا که گشاینده تویی، اساساً باید دانست همان گونه که خود این آقایان هم بارها تصریح میکنن، این کارها نه ارزش معنوی دارد و نه دلیل بر ارتباط و پیوند با خداوند متعال است. لذا روایاتی در این زمینه داریم، از جمله شخصی میگوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم ان عندنا بالجزیره رجلا یخبر من یأتیه، در محلی که ما هستیم مردی هست که اخبار غیبی میگوید، وقتی که نزد او میروی خبرهایی به تو میدهد که ما از عالم غیب است. یسألو عن الشیء یسرق او شبه ذلک فنسأله، ما میریم پیش این سوال میکنیم که فلان مطلب گم شده، فلان چیز رو دزد برده یا چیز دیگه اتفاق افتاده. اینها خبر به ما میدن، مطالب رو برای ما میگویند و چه بسا از آب درست هم در می آید. حضرت فرمودند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا فرمودند من مشا الی ساحر او کاهن او کذاب لیصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل الله من کتاب. اگر کسی برود نزد کسی که ساحر است یا کاهن است، کاهن یعنی همون کسی که معتقد به این که خودش هست، حالا یا حال از هر جا جن جایی براش خبر می آورد، خبرهای غیبی و نهان برای شما میگوید، یا اینکه کذابن که اینجا حضرت میفرمایند نه اینکه اون خودش میگه من کذابم یا شما میفهمی کذابه، این وصف همان است که حضرت فرمودن، یعنی این کسی که این کذاب است، یعنی این ادعایی که برای ولایت و خبرهای غیبی میکند دروغ است، این شخص دروغگوست، کذاب در عمل و اعتقاد خود است و در واقع به معنای باطل بودن، یعنی شخص باطلگوست. اگر هم شما گاهی دیدی حرفی درست از آب در آمد، خب اجنه و جنیان برای اینها خبرهایی می آورند و جن هم خیلی مطالب را خبر دارد. مثلا فرض کن پسر شما از مسافرت میخواد بیاد، خب امشب بلیت قطار گرفته بیاد، جن از او خبر داره، به شما خبر میدهد که فردا مثلا حدود ساعت 9 پسر شما میرسد. خب این خبر غیبی نیست. علا ای حال خبرهای غیبی هم که باشد، جنیان خبرهایی دارند و می آورند، به اینها میگویند و این که متاسفانه در جامعه ما بسیار مرسوم است که مردم در مشکلاتشان مراجعه به این افراد میکنند و گاهی هم که خبری راست و درست از آب در می آید فکر میکنند که مطلب از طرف خدا بوده، تماما باطل و رجوعشان هم به اینها حرام است و اگر چنین راهی بود قطعا خداوند متعال خودش برای ما قرار میداد و این نیست که باری تعالی بیاید برای ما گرفتاری های ایجاد کند تا ببیند ما چگونه در این گرفتاری ها صبر میکنیم و از راه های شرعی مشکلمان را حل میکنیم و با خداوند متعال انس و مناجات و دعا داریم، ما از هر راه و بیراهی که حرام باشد کار خود را انجام دهیم.
امام صادق علیه السلام میفرمایند من تکهن او تکهن له، هر کس که اینجور اخبار غیبیه اعتقاد بر اساس این اعتقادات بگوید یا کسی به نزد اینها برود و برایش این خبرها را بدهند فقط برع من دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم، از دین پیغمبر بیرون رفته است. شؤون امامت باید محفوظ بماند، شؤون معجزات اهل بیت علیهم السلام باید محفوظ بماند. کسی حق ندارد هر کسی را که جن تسخیر کرده یا راه باطل دیگری رفته است و چیزهایی به دست آورده به او اهمیت و به کار او بها و ارزش بدهد. لذا ممکن است واقعا کسی سوال کند که الان در این دوره اگر کسی این امور از او سر زد چه باید کرد؟ پاسخ بسیار روشن است. اگر آن شخص ادعای نبوت دارد که لازم نیست خداوند متعال دروغ او را واضح و آشکار کند. چرا؟ چون ما میدانیم ختم نبوت اعلام شده و بعد از پیغمبر اکرم پیغمبری نخواهد آمد. کسی که ادعای نبوت کند معلوم است دروغ میگوید ولو این کارها را هم داشته باشد و بر خدا لازم نیست که دروغ او را ظاهر آشکار کند. اما اگر ادعای امامت ندارد، مثلا ادعای نبوت ندارد، مثلا ادعای امامت دارد، باز هم اگر دیدیم شرایط به نحوی است و صفات او به نحوی است که با واقعیت جور در نمی آید، مثلا میگوید اسم من سید علی محمد است و پدرم میرزا رضای بزاز شیرازی است، در عین حال من امام 12 هستم، نیازی به این ندارد که خداوند متعال او را رسوا کند، چون صرف ادعایی که دارد با آنچه که مسلم از اعتقادات و تاریخ ماست جور در نمی آید و واضح است که عقیده اش باطل است. اما اگر آمدیم و ادعای امامت هم ندارد، ادعای نبوت هم ندارد و کارهای عجیب و غریبی از او سر میزند که برای ما بسیار مهم است، باز هم هیچ ارزشی برای ما ندارد و در عین حال ما باید حداقل احتمال بدهیم که تمام این کارها را از شیاطین و نیروهای نفسانی خودش اگر واقعیتی داشته باشد و ریاضت هایی که کشیده است به دست آورده و هیچ ربطی به خدا و پیغمبر ندارد. و البته در زمانی که ما منتظر پیغمبر یا امام معصوم باشیم کسی این کارها را انجام بدهد و ادعای نبوت یا امامت داشته باشد، بر ما لازم و واجب است که در عمل او و در کار او تأمل و دقت و مطالعه کنیم تا ببینیم اگر حق است پیرو او گردیم و اگر حق نیست پیرو او نباشیم. اما وقتی که بحث امامت و نبوت نباشد ما چه نیازی داریم به این که کسی بخواهد کارهای عجیب و غریب انجام دهد که بگوییم خدایا یا رسواش کن یا من اگر دنبال او رفتم دیگه تقصیر من نیست. خداوند متعال میفرماید تو اصلا حق نداری دنبال او بروی، اصلا تو نیاز به چنین شخصی نداری که بر من لازم باشد او را رسوا کنم. تو اعتنا به حرف اینها اصلا نکن، به اینها کاری نداشته باش. لازم نیست که من حتما بر تو معلوم کنم که این از شیاطین و جنیان کمک میگیرد. همین که احتمال میدهی از اونها کمک گرفته کافی است. دیگری میگوید از امام صادق علیه السلام درباره این آیه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بسیاری از اینها ایمان نمی آورند مگر این که باز هم مشرکند. پرسیدم، حضرت فرمودند انهم کانوا یأتون الکهان فیصدقونهم بما یقولون، اینها کسانی بودند که می رفتند نزد کسانی که ادعای غیب دارند، اخبار غیبیه می گویند و مقامات و شؤونات آنچنانی برای خود ادعا می کنند، در عین حال این افراد نزد آنها می روند و حرفهای اینها را می پذیرند. اینها همون کسانی هستند که در عین ایمانشان باز هم مشرکند. لذا از جهت فقهی هم مسئله واضح و روشن است و سحر و کهانت و غیبگویی و اینها تکلیفش مشخص است. چنان که مرحوم شهید اول در دروس سحر و کهانت را
بیان فرموده است که حرام است و تصریح کرده است که هیچ تفاوتی نمی کند که اسباب اون چه باشد. اسباب اون بخواد جن باشد، بخواهد ریاضت‌های نفسانی و تسویت النفس باشد، بخواهد استفاده از عقاقیر و گیاهان و آلات و ابزار خاصی باشد که انشاءالله در بحث‌های بعدی اشاره خواهیم کرد، که مثل همین مثلا داروهای روانگردان، مثل حشیش، چیزهایی که یک سری آثار خاصی از اونها ظاهر می شود. علی ای حال مرحوم شهید تصدیح فرمودند که تمام اینها حرام است، حتی این که کسی را بیاورند و مثل هیپنوتیزم و اینها او را آلت و ابزاری قرار دهند که توسط او اخباری را تبیین کنند و امثال اینها، به هر نحو که باشد حرام است و کسی حق ندارد دنبال اینها برود. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.